ولی امروز نویره های رحمانوف، فرزندانی فرزنداش امکانیتی که دارن، حتی در همون زمانش مادرشون همون شرایط نداشتن. البته برای اینها ای وطن واقعا برابر مادرشون خدمت میکنن، حتی زیادتر. بهترین امکانیت ها رو از این وطن میگیرن، بهترین شرایط زندگی میکنن، بهترین غذاها را در هر گوشه و کنار دنیا بخواهن مبلغشون میرسه، میخرن، میپوشن. حتی برندترین لباس، ساعت، تلفن موبیلی، کامپیوتر، هر چیزی که برند هست، هر چیزی که قیمت است در بازار جهانی، اونا رو پیدا کرده میتونند که برای خودشون به تنشون بپوشن، یا که در ساعت باشه، یا که گوشه موبیلی باشه، یا که ماشین های قیمت باشه استفاده برای همه چیز امکانیتشون انا همو وطن، انا همو دولت براشون داده است. و ایلا فرزندی کدام میلیونر بود، انا همو وطن. روش دیومه که یک دهاتی است، یک از رایان است، از یک روستا، از یک ناحیه دوردست است، برای اون چی؟ وقتی در بطن مادرش تولد میشه، شاید در 9 ماه یعنی که پیدا میشه، در 9 ماه شاید یک بار و 2 بار تشخیص ببینه. همون هم که اگر مریض شد میروند اما رایان یا که شهر میروند که یک بار عضوی بکنه ببینن که چه خبر است. حتی بعضی مادرها نمیدونن که این پسر است یا که دختر است.